اقرب 2 اقرب 1 ایستید نپرانید. ازدحام زیاد است. همه جا پر از بنزین. دیگر ایلاش نیست. حالا پراندن نوبتی دوست. اقرب 3 اقرب 1 من نزدیکم. میپرانم. اقرب 3 صبر کن. اقرب 2 میپرانم. مادامه که این خیل باشد. خدایا با عارف مدد کن. التجا میکنم. دست من دست خودت. به حرمت حبیبت کامیابم کن. رفیقان یکم کس را نزدیک شدن نمانید. روزنامه نگاران را نیز راه ندهید. یکم کس را نزدیک شدن نگذارید. نوار و عکس گرفتن ممنوع است. بولتا برادر چیکار کردی؟ یک سلاح را از دست این آدم گرفته نتوانستی. من طاقت برادر همش گذشت. شما من ده همش گذشت. اقرب 3 فوراً به مکان حادثه ماشین یاری تاجری روان کنید. برادر بطه چی شد؟ گوش کن تمامی بدنم بوی بنزین میکند. وای بنزین رو به پول گرفتم گو ها؟ اکنون تمام زمستان خود را گرم میکنی. گوش کن یک برات دیزل میگیریم بعد برابر تقسیم میکنیم. برابری افرمیتیکا. برابری افرمیتیکا؟ چی؟ برابری اریفمتیکا میگوین. اریفمتیکا. سفسطه را بس کنید. امروز شاهین گفتنی آدم عارف را مجبور ساخت که او را پراند. این نوبکار چه خصومتی دارد؟ همیشه سری ما رو در بلو میموند. امروز وقتی که سرداری رو به عهده‌اش گرفت یک بار از بله وقتی که نوارگیرها را دید عملیات را به نمایش مبدل کرد. خدا رحم کرد. اگر نقطه سوزشواری میسوخت پس چیکار میکردیم؟ در نزد نواربرداران شرمنده میشدیم جان یکیش. خیریت سرداری تعییناتی مخصوص میباشد. اصلا من برادر پریشان مینمایی. از برای خدا باز به یگان حادثه ناخوش دست نزنی در نزد نوارگیرها. در حقیقت در این گروه همه فداییان. تو نگران نباش. من منتظر رفتن نواربرداران هستم. خانم سمن هم یکی از آن. چرا کرد؟ شوی خریگر اش رو کرد. منتظر رفتن اونها میباشین. اگزار دارویم نوار گیرم با اکای ساله نشون میدین. ای اگر اکای ساله میشد که ها این مرد سلاح به دست را آرام می. برادر اوز ما باید اکا بسیار مهارتی خوب نشون دادی. از بین این قدر آدم نوبت من نیافتم جان یکه. خدا با من کمک کرد. راست اکا تو دانسته به دستی او پراندی یا کشتنی بودی و تصادفاً به دستش رسید؟ این چه سوال است؟ آن مرد دعا کند که اکای عارف با انصافانه رفتار کرد. این تر نگوی ظریف. عارف آیا همین خیل نبود؟ تشکر برای شاهین چه مشکلی داشته باشد؟ من مشکلی را نمیدانم. وقت است که آمد همش را میفهمانم. بیاید بهترش برای این مرد بیچاره کمی خیر کنیم. معلوم که شرایطش آنقدر خوب نیست. مرحمت اکا گیر